یک جوان به خواستگاری دختری دوست داشته اش رفت، اما دختر او را رد کرد و گفت به شرط راضی می شوم که مادرت به توی عروسی من حاضر نشود. جوان به فکر فرو رفت و در حال به نزد یکی از استادان دانشگاهش رفت و با خجالت چنین گفت: در سن 1 سالگی پدرم از دنیا گذشت. برای اینکه مادرم خراجات زندگی من را تأمین کند به خانه های مردم رفته لباس می شست. حالا باشد دختری که خیلی دوستش می دارم شرط گذاشته است که فقط بدون حضور مادرم به ازدواج من راضی می شود و می گوید مادر تو خدمتگار هست. من ایزا می کشم در نزد خویش و تبار نمی خواهم مادرت را ببینم. جوان به استاد گفت: این موضوع مرا خجالت زده کرده است. در سر 2 راه ماندم. به نزدتان آمدم که چیکار کنم؟ استاد گفت: از تو خواسته دارم به خانه تان برو، دستان مادرت را بشوی، فردا نزدم بیا و من به تو مصلحت خواهم داد. جوان به خانه برگشت، دستان مادرش را به دستان خود گرفت تا بشوید، ولی ناگهان اشک از چشمان مادر حلقه زد، زیرا اولین بار بود که دستان مادرش از شدت شستن لباسشویی مردم خزان شده بود. پر از کفیدگی ها بود. آب را روی دستان مادر میریخت. دید که مادر از درد زیاد گریان شد. پس از شستن دستان مادرش نتوانست طاقت کند. همان لحظه به استادش زنگ زده گفت: تشکر که راه درست را به من نشان دادید. من مادرم را به امروزم نمی فروشم، چون او زندگیش را برای آینده من تباه کرده است.